السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه مبارک رمضان مبارک. امروز در یک از کمپ‌های شهر شبرغان ولایت جوزجان قرار داریم. پروگرام افطاری امروزی ما از طرف جاوید اسماعیل زاده، لالا اسماعیل زاده، علی اسماعیل زاده، امیر اسماعیل زاده و رویا اسماعیل زاده در این کمپ افطاری از طرف اینها افطاری آوردیم. الله متعال افطاری اینها را قبول و مقبول بگرداند. ان شاء الله یک دعا گرفته توضیح میکنیم افطاری خود را. انا وایسید داخشن یک دعا گرفت. الهی امین. خداوند متعال صدقه افطاریش قبول و منظور بگردانه، گذشته هاش مغفرت کنه. همین مظلومه را که دستش دمی ماه مبارک رمضان گرفته خداوند دستش بگیره، صدقهش قبول و منظور بگردانه. آمین یا رب العالمین. رحمت الله.